زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می‌گذراند و با زحمت برای نوزاد خود غذا تهیه می‌کرد. در سرزمین خشک و بی‌آب یک روز خیلی گرسنه بود و نوزاد هم نیاز به شیر داشت. آسیابانی در مسیر خود این مادر و نوزاد را دید و کیسه گندم داد. مادر تشکر کرد و خدا را سپاس گفت. مادر راهی خانه شد و در مسیر خانه با خدا درد و دل می‌کرد و مدام می‌گفت خدایا این گره را از مردم بگشا، آن گره را بگشا، گره از خشکسالی و قحطی بگشا. ای گشاینده گره های ناگشوده، عنایتی فرما و گره از گره های زندگی ما بگشا. مادر در حالی که دعاها را زمزمه می‌کرد، یکباره گره از گره های کیسه‌اش گشوده شد و گندم‌ها بر زمین ریخت. مادر ناراحت شد و رو به خدا کرد و گفت من تو را کی گفتم ای یار عزیز، کاین گره بخشای گندم را بریز. آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بخشودنت چه بود؟ مادر نشست تا گندم‌های بر زمین ریخته را جمع کند، ولی در کمال ناباوری دید دانه‌های گندم روی همیانی از زر ریخته است. پس متوجه فضل و رحمت خداوندی شد و متواضعانه به سجده افتاد و از خدا طلب بخشش نمود. نتیجه گیری مولانا از این حکایت این است: تو مبین اندر درختی یا بچار، تو مرا بین که منم مفتاح راه.